همچون خانه خودتان بیایید. از این شما را من اولین شده بیکار کردم، روادید را بیکار کردم. هر وقتی که میخواید همراهی فرزنداتان، همراهی تابستان، بهار، تیر ماه، هر وقتی که برای خودتان بیاید رفت آمد کنید. ما احیا کنیم رسم و آیین‌های ملی تاریخی گذشته خود را احیا کنیم، از نو برقرار کنیم، رفت آمد کنیم. ما یک مردم هستیم، فرهنگی مشترک داریم، چنانه که دوست و برادر من جناب عالی در اینجا ابراز داشتن. شما میدونید سیاستی رهبری دولت را من 33 ساله همین زحمت را کشیدم، حاضرم میگم. ما میگیم که ابوعبدالله رودکی مال ماست، برادرای ایرانی میگن که سردفتر ادبیات فارس است. ما خفه نمیشیم، بگذار باشه. ما میگیم که فردوسی مال ماست، برادر ایرانی، من شاهنامه را که ایران کردم، برادر ایرانی هم بیدار شدن شاهنامه خوانی را سر کردن. خب باشه. ما سعدی و حافظ میگیم، یکی سعدی و حافظ مال کیست؟ مال ما مردم آریایی تبار، مردم فارسی زبان. بله. مولانا کیست؟ مولانا برای بشر ایجاد کرده است، برای یک ما شما تنها نه، برای بشر. ایجاداتی و کسی که اگر وای کرده باشه برای بشریت است. و یا کروش کبیر، اعلانیه ای کروش کبیر چی؟ این تاریخ تمدن یکی است. ما یکدیگر را پر کردیم در عرصه بین المللی، نماندیم که با گوشه فراموشی رود. ماندیم از نو احیا کردن مونده. وقتی انسان دولت مال خودش، فرهنگ خودش، تمدن خودش صاحبی نمیکنه، در اونجا خالگی با وجود میاد. خالگی را هیچ جا خالی نمیماند. غیر یک فرهنگی بیگانه پر میکنه. با شما موفقیت برای کار. نوروز مال شما را انتظار. سرمایه نبیارید، مال شما در سرمایه میتونم بیارم، من میتونم روزی نبودم. حالا یه شعرم از رودکی بخونم، اون بچگی یاد گرفتم، حالا همینجا یادم میگه بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، ریگ آموی و درشتی راه اوی، زیر پایم پنیانت آید همی. ما خلاصه سختی راه آسونه، یاد دوستان و یاد یاران. هیچ شادی نیست در این جهان برتر از دیدار روی دوستان. سلامت باشید.